اوپن ای آی به تازگی حالت جدید برای چت جی پی تی راه اندازی کرده به اسم حالت ایجنت. این میتونه یه انقلاب عظیم توی زندگی ما ایجاد کنه. فکر کن یه دستیار هوش مصنوعی داری که میتونه کارهای طولانی و پیچیده رو به راحتی و تنهایی انجام بده. مثلا میخوای یه سفر برنامه‌ریزی کنی و بلیط رو رزرو کنی. این اولین هوش مصنوعیه که این کارو میتونه بدون گند زدن انجام بده. یه مرورگر تصویری باز میکنه که میتونی دقیقاً ببینی که چه کاری رو داره انجام میده. میتونه خودش سرچ کنه، پیشنهادات رو جمع‌آوری کنه و حتی رزرو رو انجام بده. اما به خاطر اینکه بحث حریم خصوصی در جریانه نمیتونه اطلاعات کارت بانکی رو وارد کنه. اما نکته خفن ماجرا اینجاست که هر وقت بخوای خودت میتونی دوباره کنترل رو به دست بگیری، اطلاعات حسابت رو وارد کنی و دوباره کنترل رو بدی به هوش مصنوعی که ادامه بده. اما فقط برای سفر به درد نمیخوره. میتونه برات توی لینکدین کار پیدا کنه، خریداتو انجام بده، حتی مدل‌های مالی توی اکسل با یه دقت فوق‌العاده پیشرفته بسازه. واسه اگه تا حالا امتحانش نکردی حتما امتحانش کن، به خاطر اینکه بعداً قراره خیلی به کارت بیاد.